بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان، البته با قهرمان جدیدی خدمت شما عزیزان و سروران هستم. اگر فراموش نکرده باشید، ما در قسمت گذشته در مورد عبدالرحمن الداخل صحبت کردیم و گفتیم که وقتی که عباسیان خلافت اموی یا دولت اموی را سقوط دادند، بالای خانواده اموی ظلم و جور زیاده کردند که مردان آنها را هر جایی که گیر می‌کردند می‌کشتند و زنان و اطفالشان را زنده می‌گذاشتند. از میان افراد بنو امیه یک جوان به نام عبدالرحمن که بعداً لقب الداخل را با خود میگیرد، فرار میکند از چنگال عباسیان، به افریقا می رود، به شمالی افریقا، و از شمالی افریقا عبور میکند به اندلس میرسد. و اندلس هم ما قبلا خوانده بودیم که در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک اموی به قیادت موسی ابن نصیر و طارق ابن زیاد فتح شده بود و در قلمرو اسلام داخل شده بود. بعد از سقوط خلافت اموی اوضاع اندلس خوب نبود. افراط تفریط، ملوک الطوائفی، ناامنی تمام ارجای اندلس را زیر پوشش قرار داده بود و از سوی دیگر نصرانی ها منتظر فرصت بودند که مسلمانان را از اندلس تمام بکنند. اینجا عبدالرحمن الداخل به اندلس می رود و امارت اموی را در اندلس تأسیس کرد و زوال مسلمانان از اندلس را تا چند قرن بعد به تأخیر انداخت. سپس این امارت در نسل عبدالرحمن الداخل ادامه داشت که در اواخر قرن سوم هجری طفل به دنیا آمد در این خانواده به نام عبدالرحمن. این طفل قهرمان این برنامه ماست. این هم عبدالرحمن نام داشت و نام این را عبدالرحمن تفاعل به نام همان جد ششمشان که عبدالرحمن الداخل بود به نام او نامگذاری کردند تا در آینده مثل او برای اسلام و برای امت اسلامی و برای مسلمانان اندلس کاری بکند. این طفل به دنیا آمد، تنها 20 روز داشت که پدرش را عمویش به قتل میرساند. پس به عمر 20 روزی این قهرمان ما یتیم می شود. اما جدشان که عبدالله نام داشت و امیر آن وقت امیر امارت اموی در اندلس بود، امیر عبدالله سرپرستی و کفالت نواسه خود عبدالرحمن الناصر را به عهده می گیرد و بهترین تربیت هم او را می کند. اینجا در این اواخر قرن سوم هجری بار دیگر اوضاع اندلس خوب نبود. از یک سو امارت اموی ضعیف شده بود. امیر عبدالله خودش نمیتونست که اختلاف هایی که میان مسلمانان در آنجا رخ داده، گروه های مختلفی که در نقاط مختلف اندلس حکم روایی میکنند، آنها را از بین ببرد یا با خود جمع بکند و همچنان توان این را هم نداشت که خطری که در آینده قریب از سوی نصرانیان متوجه مسلمانان میشد آن را دفع بکند. اینجا امیر عبدالله به این حقیقت پی برده بود که حالا وضعیت مسلمانان، وضعیت امارت اموی در اندلس خیلی وخیم هست. به همین سبب از طفولیت این یتیمی که بعداً قهرمان می شود و قهرمان این برنامه ما هست، عبدالرحمن را قسمی تربیه کرد که در آینده باید حمایت کننده و کمک کننده مسلمانان و اسلام در اندلس شود و امارت اموی در اندلس را یک بار دیگر به ساحل آرام برساند، نجات بدهد از چنگال نصرانی هایی که میخواهند مسلمانان را از اندلس کلا تمام بکنند، آنها را دفع بکند. تحت همین نیت و با همین نیت امیر عبدالله این نواسه یتیم خود را تربیت درست و سالم می کند. عبدالرحمن وقتی که به عمر 22 سالگی می رسد،
البته اونجا که پدرش را عمویش به قتل رسانیده بود، امیر عبدالله جدش به قصاص عموی عبدالرحمن را در بدل پدرش میکشد و قصاص میکند. خب وقتی که قهرمان ما عبدالرحمن به عمر 22 سالگی میرسد، اینجا امیر عبدالله که بابایشان و سرپرست عبدالرحمن هست و همچنان امیر امارت اموی در اندلس هست، مریض هست. خیلی مریض شدیدی بود که به این نتیجه رسید که دیگر زنده نمیماند. اوضاع هم کاملا خراب هست. در خانواده بنو امیه آن وقت بجز عبدالرحمن، این جوان 22 ساله، هیچ کسی دیگر نمیتواند که کشتی در حال غرق شدن امارت اموی را به آن کناره دریا برساند. اینجا امیر عبدالله از مردمانی که با او بودند برای همین نواسی خود، برای قهرمان ما عبدالرحمن الناصر بیعت میگیرد و باید او به عنوان ولیعهد تعیین شود که بعد از جدش امیری امارت اموی در اندلس باشد. اینجا یک چیز خیلی جالب بود که تمامی فرزندان دیگری امیر عبدالله که عموهای عبدالرحمن می شوند، آنها هیچ نوع مخالفت در قبال تعیین شدن قهرمان ما عبدالرحمن الناصر به عنوان امیر امارت اموی در اندلس هیچ نوع مخالفت نکردند. نه تنها مخالفت نکردند، بلکه در کنار او ایستادند و از او حمایت کردند و اونها هم به این نتیجه و به این باور رسیده بودند که تنها امین عبدالرحمن الناصر چون شخص تربیت شده امیر عبدالله هست، مخلص هست، پرهیزگار است، شجاع هست، شهسوار است، سیاستمدار هست، تمامی خوبی هایی که باید یک حاکم و یک امیر مسلمان داشته باشد تنها در همین جوان یافته می شود. ما باید از این حمایت بکنیم تا توسط این بتونیم هم خود را نجات بدهیم، هم امت اسلامی در اندلس را از فنا نجات دهیم. به همین سبب هیچ کدام آنها با قهرمان ما عبدالرحمن الناصر هیچ نوع مخالفت نکردند، بلکه در کنار او ایستادند و در لشکر او سهم شدند. عبدالرحمن الناصر بعد از امیر عبدالله به عنوان امیر امارت اموی تعیین می شود. اینجا یک چیز دیگر قابل یادآوری هست که اموی ها از زمان عبدالرحمن الداخل که در اندلس امارت اموی را تأسیس کردند، همیشه به عنوان امیر از مردم بیعت می گرفتند و خود را هیچگاه خلیفه نمی خواندند، چون آنها به این باور بودند که در آن وقت البته به این باور بود علما حکما همه که خلیفه مسلمانان باید کسی باشد، لقب خلیفه مسلمانان به کسی داده شود که حامی حرمین شریفین باشد، مکه مکرمه و مدینه منوره را حمایت بکند و بالای آن حکومت داشته باشد و هر امیری که در این دو شهر مقدس اسلامی حکومت نداشته باشد، تسلط نداشته باشد، به او لقب خلیفه را نمیدادند. به همین عنوان وقتی که عبدالرحمن الداخل در اولین بار امارت اموی را تأسیس میکرد، مردم گفتند به عنوان خلیفه با تو بیعت میکنیم. گفت نه خیر، با من به عنوان امیرتون بیعت کنید، نه خلیفه. خب این قهرمان ما عبدالرحمن الناصر هم به عنوان امیری مسلمانان در آنجا بیعت میکنند با این و این میشود امیر امارت اموی در اندلس در سال 300 هجری، یعنی آغاز قرن 4 هجری. عبدالرحمن الناصر وقتی که بر مسند امارت میشیند، مشکلاتی که گفتم فراگیر اندلس شده بود و دامنگیر امت اسلامی در اندلس شده بود خیلی زیاد بود. اختلاف ها و تفرقه هایی که میان مسلمانان در اندلس ایجاد شده بود و در هر گوشه در هر شهری از اندلس یک حاکم اسلامی ادعای حکومت میکرد، مثل بنو حفصون، فرزندان حفصون در یکی از گوشه های اندلس حکومت داشت. بنو مروان جلیقی در یکی دیگر از شهرهای اندلس حکومت داشتند. در هر گوشه و کنار اندلس هر کس به خود حکومت و امارت ساخته بودند و
یعنی اوضاع خیلی وخیم بود، یک اختلاف زیادی میان مسلمانان آنجا ایجاد شده بود که از دور هم وحدت و اتحاد و یک پارچگی میان این امت اسلامی در اندلس دیده نمیشد و از سوی دیگر خطرهایی که از سوی شاهان نصرانی از کشورهای همجوار اندلس متوجه اندلس بود او هم خیلی خطرناک بود. آنها منتظر بودند که با هم داشتن اتحاد میکردن نصرانی ها که بالای اندلس حمله بکنن و مسلمانان و امارت اموی و اسلامی را به طور کلی از اندلس تمام بکنن. اینجا عبدالرحمن الناصر وقتی که امیر اموی ها و امیر اندلس می شود، اولین اقدامی که می کند سعی می کند که اوضاع داخلی اندلس را بهتر بسازد. پس از کسایی که با او بیعت نکرده بودند، با او مخالفت کرده بودند، با آنها کار را آغاز می کند و تمامی مخالفین خود را که به عنوان ملوک الطوایفی بگوییم یا در هر شهری هر کسی که ادعای امارت میکرد، تمامی آنها را یا شکست داد یا هم آنها را مجبور کرد که بیاید با این بیعت بکند و تحت امارت عبدالرحمن الناصر داخل شود. پس هر شهری یک بعد دیگر از این شهرهای اندلس تابع عبدالرحمن الناصر میشد. وقتی که اوضاع داخلی اندلس میان امت اسلامی یک پارچگی ایجاد شد و همه مسلمانان اندلس به عبدالرحمن الناصر به عنوان امیر مسلمانان در آنجا بیعت کردند و تابع حکومت و یا امارت اموی شدند، اینجا متوجه دشمن واقعی شد که نصرانی هایی بود که از اطراف اندلس و مسلمانان اندلس را تهدید میکرد و عملا بالای چند شهر از مسلمانان حمله کرده بودند و نصرانی ها آن شهرها را به تصرف خود درآورده بودند. اینجا آن مسلمان ها از عبدالرحمن الناصر کمک خواستند و به همین کمک رسانی که عبدالرحمن الناصر برای مسلمانان اندلس کرد، لقب الناصر یا کمک کننده را به خود میگیرد. عبدالرحمن الناصر از این به بعد قهرمان ما در قلب اروپا بالای شاهان نصرانی در کشورهای اروپایی حملات خود را آغاز می کند. مورخین می گویند که او در اروپا بیشتر از 17 غزوه، بیشتر از 17 معرکه با رومی ها، با فرانسوی ها، با آلمانی ها و با دیگر کشورهای اروپایی جنگید، تا حد جنگید که این کشورهایی که امروز برای ما هر کدامشان یک ابرقدرت حساب می شوند، فرانسه، آلمانیا، تمامی این کشورهای قوی اروپایی که امروز برای ما بسیار قوی هست، آن وقت تابع عبدالرحمن الناصر شده بودند. تا دیروز سعی داشتند این کشورهای مسیحی و نصرانی که مسلمانان را از اندلس کلا ختم بکنند، اما حالا با یکدیگر منافسه می‌کردند که چطور شود ولای عبدالرحمن الناصر را برای خود کسب بکند تا عبدالرحمن الناصر بالای کشور او حمله نکند. همیشه هدایا میفرستادند، یعنی پیام میفرستادند، پیام محبت و سفارت‌های خود را در اندلس باز کرده بودند. می‌خواستند روابط خوبی با عبدالرحمن الناصر قایم بکنند تا مبادا که عبدالرحمن الناصر بالای آنها هجوم نیارد، که آنها را از بین نبرد و حکومت‌های آنها را ختم نکند. پس این ابرقدرت ما عبدالرحمن الناصر نه تنها سقوط مسلمانان در اندلس، زوال امت اسلامی در اندلس را یک بار دیگر مانند جد بزرگوارش عبدالرحمن الداخل به چند قرن به عقب برد، بلکه این کشورهای اروپایی که امروز ما همه اونها را به عنوان ابرقدرت میشناسیم، ذلیل و خوار سعی میکردند که خود را از گرفت و عقاب عبدالرحمن الناصر نجات بدهند. گاهی به عنوان هدایا با او چیزی میفرستادند، گاهی پیام های دوستی و ولا برای او میفرستادند. خلاصه هر حکمران مسیحی در اروپا سعی میکرد که عبدالرحمن الناصر را از خود راضی نگه دارد تا این ابرمرد آن وقت مسلمانان بالای آنها
هجوم نیارد. پس اوضاع اندلس یک بار دیگر کاملا نرمال می شود، آرام می شود و اندلس را یک بار دیگر یکی از مراکز علمی و فرهنگی دنیا می سازد. این ابرمرد ما و قهرمان ما عبدالرحمن الناصر. اینجا سال 316 هجری نزدیک می شود و یک خطر دیگر متوجه امارت اموی در اندلس می شود. این خطر البته خطر دولت عبیدی یا رافضی های آن وقت، دولت عبیدی و دولت فاطمی هم میگویند. دولت فاطمی نباید گفته شوند چون آنها خود را به دروغ به فاطمه رضی الله عنها نسبت میدهند. آنها یک گروه جنایتکار، مجرم، مفسد و روافضی بودند که در شمال افریقا دولت خود را تأسیس کرده بودند و بالای والی عباسی ها حمله کرده بودند و آن منطقه را زیر تصرف خود در آورده بودند و بعد از آن چشم دوخته بودند به اندلس که اندلس را از نزد این ابرمرد ما بگیرند. و برای این کار عملا مخالفین عبدالرحمن الناصر که در داخل اندلس بود و در مراکش امروزی در شمالی افریقا بود، با آنها روابط قایم کرده بودند، با آنها پول میدادند تا به نوع آنها را بخرند. البته اینجا شما فراموش نکنید در تاریخ اسلام روافض یا شیعیان به طور عموم ما سراغ نداریم که اینها یک وجب زمین از کفار را فتح کرده باشند و در قلمرو اسلام داخل کرده باشند. بالعکس همیشه مسلمانان را از عقب ضربه زدند و میخواستند که مسلمانان را یک بار دیگر در اندلس از عقب ضربه بزنند. مسلمانانی که تا قلب اروپا را به لرزه در آورده بودند، اینجا این فاطمیین و عبیدیین رافضی میخواستند که از عقب به عبدالرحمن الناصر، به این ابرمرد ما و به این قهرمان ما خنجر بزنند. اما خوشبختانه عبدالرحمن الناصر متوجه این تهدید جدیدی شد که از سوی روافض و از سوی عبیدی ها متوجه امارت اموی می شود. اینجا قبل از اینکه عبیدی ها حمله بکند بالای اندلس، فورا عبدالرحمن الناصر لشکرکشی می کند به مراکش، مناطقی را که فاطمه ها از عباسی ها گرفته بودند آن مناطق را یکی بعد دیگر به تصرف در می آورد و عبیدی ها را مجبور می کند که با ذلت و خواری عقب نشینی را قبول بکنند و دوباره با چشم بد به سوی اندلس و امارت اموی در اندلس ننگرند. اینجا عبدالرحمن الناصر وقتی که دشمن عباسیان و دشمن مسلمانان عبیدی ها را شکست داد و شمالی افریقا و مراکش را از چنگال آنها نجات داد، دید که خلافت عباسی منزوی شده است، ضعیف شده است، تنها در محدوده بغداد مانده است. بس از آن بیرونتر هیچ کاری کرده نمیتواند. هر طرف این عبیدی ها دارن حمله میکنن بالای مناطق عباسیان. بعد از اینکه از اینجا برگشت گفت حالا دیگه خلافت عباسی به حدی نیست که ما او را به عنوان خلافت کل مسلمانان بپذیریم. اینجا بود که برای خلافت در سال 316 به عبدالرحمن الناصر، به این ابرمرد ما، به این قهرمان ما، مسلمانان اندلس به عنوان خلیفه به او بیعت کردند، چون حالا با شمول اندلس کشورهای شمالی افریقا که امروز به نامهای مراکش و لیبیا و تونس و غیره ما میشناسیم، این کشورها نیز تحت تصرف و حکومت عبدالرحمن الناصر داخل شده بود و بعد از سال 316 هجری امارت اموی در اندلس جدیداً به خلافت اموی تبدیل می شود و اولین خلیفه امویان در اندلس بعد از سقوط خلافت اموی در دمشق همین ابرمرد ما و قهرمان ما عبدالرحمن الناصر هست. عبدالرحمن الناصر دقیقاً مانند جد بزرگوارش که عبدالرحمن الداخل ما در ترجمه او در زندگی نامه او خواندیم که اندلس را واقعا یکی از بزرگترین مراکز علمی، فرهنگی، تجارتی، نظامی، هر چیز که ما بنامیم ساخته بود. اما در این اواخر که داشت ضعیف میشد امارت اموی در اندلس، خداوند
بار دیگر عبدالرحمن دیگری را از نسل همان عبدالرحمن اولی به دنیا آورد و این قهرمان ما توانست یک بار دیگر اندلس را یکی از بهترین و تأثیرگذارترین مراکز فرهنگی مسلمانان در قلب اروپا بسازد. بهترین کارهایی را که عبدالرحمن الناصر در زمان امارت خود و یا در زمان بعد که خلیفه می شود در زمان خلافت خود انجام داد، اولا تمام ملوک و طوایفی و اختلاف و انشقاقی که در صفوف مسلمانان در اندلس ایجاد شده بود او را از بین برد. مسلمانان را یک بار دیگر منسجم، متحد و تحت یک پرچم جمع کرد. این یکی از افتخاراتی بود که او برای امت اسلامی و برای مسلمانان اندلس به ارمغان آورد. و خدمت دومی که برای امت اسلامی کرد زوال مسلمانان از اندلس و سقوط این حکومت اسلامی از اندلس را تا چند قرن به عقب برد و نصرانی ها و مسیحیان اروپا را خار و ذلیل نموده تابع خود ساخت. مجبور بودند که همه ساله برای این قهرمان ما جزیه بفرستند و از سوی دیگر متوجه خطرات آینده نیز میشد. به همین سبب به ارتش و به نظامیان خود توجه خاص داشت که قویترین ارتش اسلامی را در اندلس ساخت و از سوی دیگر کشتی‌های بحری و کشتی‌های جنگی که ساخت تا خطراتی که از سوی فاطمی ها و یا عبیدی ها متوجه شده بود در آینده متوجهش نشود و اندلس را یک بار دیگر یکی از بهترین شهرهای دنیا ساخت که مردم به آنجا به خاطر سیاحت وقتی می رفتن تعجب می کردن وقتی مبانی، تعمیرات و کارها و خدمات را که عبدالرحمن الناصر در اندلس انجام داده بود. هر کسی که در اندلس داخل می شد می برآمد می گفت ما چنین شهری را ندیدیم. حتی اندلس را بعضیا می گویند که در آن زمان از بغداد هم بیشتر رونق و زیبایی داشت. مساجدی که در قرطبه در زمان عبدالرحمن الناصر ساخته شده بیشتر از 3000 مسجد ساخته بود و یک شهر به نام شهر الزهرا در اندلس ساخت که بزرگترین شهر و زیباترین شهر دنیا در آن وقت بود. هر کس که به اندلس می رفت تمنا داشت که برود این شهر الزهرا را ببیند و در داخل همان شهر الزهرا قصر خلافه را ساخته بود که قصر خلافه میگویند 3 طبق بود. در طبق پایانیش طبقه عمال و کارگران بود و در طبقه بالا وزرا بود و در طبقه وسط و یا در منزل وسط دارالخلافه بود. هر کس که به اندلس میرفت میخواست این قصر را ببیند. در مورد صفات ذاتی و یا شخصیت عبدالرحمن الناصر علمای زیاد از او مدح میکنند، توصیف میکنند. این قهرمان ما واقعا یکی از قهرمانانی بود که امت اسلامی را در اندلس نجات داد. فقط من به قول ذهبی اشاره میکنم که امام ذهبی رحمه الله در مورد عبدالرحمن الناصر میگوید که کان لا یمل من الغزو. عبدالرحمن الناصر کسی بود که از جنگ و نبرد و جهاد در مقابل دشمنان اسلام اصلا خسته نمیشد. فیه سعدد و حزم و اقدام، شخص حازم بود و اقدام میکرد. شما دیدین که وقتی خطری از سوی عبیدی ها متوجه اندلس میشود، قبل از اینکه عبیدی ها حرکت بکنن او میاد بالای روافض در مغرب و در مراکش حمله میکند و نیت شوم آنها را به سوی خودشان برمیگرداند. یک داستان بسیار زیبایی نیز نقل میکند امام ذهبی رحمه الله. میگوید که در زمان خلافتش یک بار قحط سالی آمد، خشک سالی آمد، باران نمیشد. اینجا قاضی عبدالرحمن الناصر سفیر خود را فرستاد که برو به خلیفه مسلمانان به عبدالرحمن الناصر بگو که بیرون شود برویم نماز استسقا بخوانیم و از خداوند طلب باران بکنیم. اینجا عبدالرحمن الناصر لباسهای خشین خود را می پوشد، نه لباسهای نرم و نازک را. لباسهای خشین خود را بر تن می کند و سپس گریه می کند، خیلی شدیداً گریه می کند و از خداوند بخشش می خواهد و اینجا می گوید که بار الها
پیشانی من، جبهه من به دست تو هست. لا تعذب الرعیت بی. اگر من مرتکب گناهی شدم، من خلیفه اینها هستم، من حاکم اینها و امیر اینها هستم، اگر از من اشتباهی سر زده است و اگر من جرم کردم، به خاطر جرم من بندگان خود را عذاب نکن، باران را از آنها نگیر، قطع نکن. اینجا وقتی که نفر قاضی آمده بود با او خبر میخواست که او بیرون شود، حالت خلیفه مسلمانان را دید، فورا رفت نزد قاضی، گفت ای قاضی، من دیدم خلیفه مسلمانان را که وقتی از او خواستم بیاد به سوی نماز استسقا لباسهای خشن پوشید، استغفار کرد، خیلی زیاد گریه کرد و با خداوند چنین تضرع و با تذلل از خدا خواست که الله به خاطر گناهان من این رعیت مرا عذاب نکن. اینجا قاضی عبدالرحمن الناصر میگوید که یرحم جبار السماء اذا خشع جبار الارض. وقتی که جبار زمین، یعنی جبار زمین، حالا اینجا هدفش عبدالرحمن الناصر است، وقتی که عبدالرحمن الناصر حاکم بلا منافسی اندلس، عبدالرحمن الناصر وقتی که پیش خداوند دستان خود را بلند می کند و پیش خدا ذلت و انکساری می کند، وقتی که جبار زمین پیش جبار آسمان انکساری و تذلل و انکساری می کند، اینجا جبار آسمان رحم می کند بر جبار زمین و بر اهل زمین. همین بود که باران می بارد و آنها سیراب می شوند. این یکی از ابرمردان تاریخ اسلام هست، یکی از قهرمانان واقعی اسلام هست که امت اسلامی و دین اسلام و مسلمانان را در اندلس از چنگال نصرانی ها، از چنگال روافض عبیدی نجات داد و امت اسلامی و دین اسلام تا چند قرن دیگر در اندلس و در قلب اروپا حکومت و سیطره و مسلط بودند و حکومت داشتند. امیدوار هستیم خداوند همچون قهرمان های باز هم برای امت اسلامی نصیب بکند که امت اسلامی را از این ذلت و خواری که ما امروز دچار آن هستیم نجات دهد. تا برنامه بعد و تا قهرمان بعد، الله یارا مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله